شنونده خوب میتونه چیزهای آموزنده یاد بگیره. میگن چند تا از ورزشکارا یک روز پیش بروسلی رفتن و از بروسلی میخواستن چیزهای جدید یاد بگیرن. ورزشکارایی بودن که مدال آورده بودن و از تکنیک ها و از دستاوردهای خود با بروسلی صحبت میکردن. بروسلی که همزمان هوشمندانه به حرفای ورزشکارا گوش میکرد، همزمان چای داخل گیلاس میریخت. چای از قصد به حد ریخت که از گیلاس سرریز شد. ورزشکارا گفتن جناب بروسلی، شما سرگرمی شنیدن حرفای ما شدین، فکرتان نیست چایی از داخل گیلاس بیشتر ریختین، یعنی در بیرون حتی میریزه. بروسلی میگه من این کار از قصد انجام دادم برای از اینکه شما یک نکته رو متوجه باشین که زمانی که گیلاس ذهنی شما پر باشه و بگین که من همه چیز میفهمم، شما چیز جدید یاد نمیگیرین و مخاطر ذهن